میگن این ویدیو یکی از واقعی ترین ویدیوها از یه موجود فضاییه. اونا که میگن آقا پویا این واضح نیست ویدیوش، اینجا ببینید دیگه واضحه. خدای من خیلی ترسناکه. یه تو رو خدا اینجاشو دقت کنید. سلام رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به ویدیو ترسناک و فریکی دیگه. خب رفقای عزیزم، امشب براتون ویدیوهای جدید و ترسناکی آماده کردم. اگه میبینید مثلا یه مقدار کم ویدیو میذارم، من هفته 2 تا ویدیو 100% میذارم براتون، مگر اینکه واقعا ویدیو گیرم نیاد یا ویدیو خوب نتونم دست و پا کنم، چون سعی میکنم ویدیوهای درجه 1 رو براتون بزنم. ویدیو ترسناک معمولی و این داستانا زیاده توی اینترنت، ولی خب این کانال نیست که بخواد اون ویدیوهای پیش و پا افتاده رو بذاره، خیلی قوی باید براتون بذارم. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیوها، دمتون گرم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نه. توی کامنت های ویدیوی قبل خیلیاتون نوشته بودین آقا پویا من مثلا از چند سال دنبالت میکنم، از فلان سال دنبالت میکنم. دمتون گرم، من تک تک کامنتاتون رو میخونم. کامنت برای داداش یادتون نره بذارید، راجع به ویدیوها یه نظری چیزی بدید. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. خب رفقا، ویدیو شماره 1 رفقا میخوام از سنگین براتون شروع کنم. یه ویدیو قدیمیه، فکر کنم واسه 15 سال 17 سال پیشه. طرف داشته توی جنگل حرکت میکرده، داشته با خوش راه میرفته، یهو یه موجودی میبینه. میگن این ویدیو یکی از واقعی ترین ویدیوها از یه موجود فضاییه. یه موجود فضایی مرده رو میبینه، نمیدونم قش کرده مرده، اینو یه لحظه میبینه فرار میکنه. 2-3 تا ویدیو اول راجع فضایی است، ببینیم هم. نمیدونم داره چی رو نشون میده، توی جنگل داره راه میره، یهو دیدید داشت یه چیزی رو نشون میداد، بر میگرده خودش کپ میکنه تا مغزش میاد جواب بده که این چیه، فرار میکنه. یه بار دیگه با هم اینجا داره میدوه توی جنگله، صدا هم نداره ویدیو. یه بار دیگه اینجا رو ببینیم، اینجا دوباره برمیگرده که از دور بگیرتش. یه خورده قرقاتی ویدیوش، میگه این دست منه داره میلرزه، دستش داشت میلرزه. از دور یواشکی میاد دوباره فیلم میگیره. کسایی که این ویدیو رو دیدن میگن واقعی ترین ویدیو از آدم فضایی این ویدیوه. نگاه کنید، کله رو میبینید، چش بزرگ قرمز، کوتوله قش کرده، اینجوری دستاشو جمع کرده، انگار که مثلا کشتنش اینو یا مرده یا از چیزی افتاده. چشهای قرمز بزرگ، کله بزرگ، دقیقا همون چیزی که همیشه تو فیلم ها میبینید. نکنید اینجا داره نشون میده، یه لحظه اینجا میبینتش، دیدید؟ دست پاشو دیدید؟ اینجا میاد دوباره از دور فیلم میگیره، الله شاخ و برگا، میترسه دیگه. ایناش چشاشو ببینید، دهنشو، دماغشو ببینید، کلش تکون خورد. به جون خودم این زنده است. یه بار دیگه از اول اینجا ورود میکنه. این چیه؟ فکر کنم دوباره اینجا دیگه قشنگ معلومه دیگه، دیدید؟ اینجا یه لحظه یکی میگیرتش، میبینید؟ آقا این دستاشو از پشت بستن، دستشو دقت کنید، دست آدم فضایی از پشت بستن. شاید رفیقاش، میبینید پاهاشو، میبینید چقدر نازکه، بدن کوچیکی داره. اینجا دیگه قشنگ معلومه. یه لحظه اولین بار اینجا فرار کرد. این ویدیو خیلی ویدیو خفنی بود. ویدیو بعدی یه زن و شوهرن رفقا، تو آمریکا دیگه اصلا علنی شده، تو ایران خودمونم هزاران بار دیدم مردم سفینه رد میشه، نمیدونم چراغ میزنن، چند تا هن. اصلا دیگه علنی شده. اگه شنیده باشید یه دونه سفینه هم هست، میگن حالا سفینه هست، یه سری میگن بشقاب پرنده است، یه سری میگن نه سنگ.
داره میاد به سمت زمین. الان توی مدار خورشید، اسمش یادم رفت چیز اسمش یادم رفت. همیشه اسما یادم میره، قبل از ویدیو یادم میشینم پای ویدیو یادم میره. داره میاد به سمت زمین. دانشمندا هم چند وقته خیلی راجبش صحبت کردن، دانشمندای ناسا دارن آماده میکنن مردمو که یه اتفاقایی بیفته. اینجا زن و شوهر یهو نصف شب بغل خونهشون همچی چیزی دیدن، یه نور داره میچرخه. اصلا همچی چیزی بغل خونهشون نبوده، به چیزی هم وصل نیست، از آسمونه داره میچرخه. میگه گرده، مثل لامپ میمونه. این ویدیو واقعیه، داره میچرخه. وسط خیابون همچی چیزی نمیزنن که مثلا شاید وسط دریا بزنن مثل فانوس دریایی، یا مثلا بالای یه برجی بزنن که این بچرخه به هواپیما نشون بده. این وسط خیابونه. معمولا تو خیابون از این لامپا میزنن، چون یه سری ها میان کامنت میذارن هر چی من میذارم یا پویا این فلان چیزه، مثلا این لامپه، اصلا باور نمیکنن. کاری به اون ندارم ولی شاید بگید تو خیابون این یه لامپیه، توی خیابونه. تو خیابون چرا باید یه چیزی بزنن به چرخه، اونم با ارتفاع پایین؟ میگم دنبال ویدیوهایی هم که خالیبندی نباشه. تو این کانال دیگه واقعا نمیتونم ویدیوهای سطح پایین بذارم براتون. حالا میخوام بهتون بگم که چرا این موجودات رو یا آدم فضایی ها رو ما نمیتونیم بیشتر اوقات ببینیم. کسایی هم که میبینن در حد ثانیه است یا یه جوریه که بقیه باور نمیکنن. دولت آمریکا هم هزاران بار، ناسا اینو تایید کرده، سال پیش علنی کردن. به خاطر سرعت بسیار زیادشونه که توی این ویدیو بهتون ثابت میکنم. طرف اومده توی کوه داره با سگش بازی میکنه، این فریزبی ها میندازه، سگه میره میاره. نگاه کنید توی ویدیوش یه چیزی دیده، بعد اینکه آپلود کرده همه بهش گفتن یه چیزی رد شد. اینجا میندازه، سرعت ویدیو رو توی آیفون میاره پایین. با اینکه سرعت ویدیو اومده پایین، بازم نگاه کنید سرعتش انقدر، دیدید یه لحظه یه چیز تیز با سرعت رد شد. این آشش سرعت ویدیو اومده پایین. میبینید شیب اون فریزبیه رو حتی داره نشون میده با سرعت پایین، ولی بازم اونی که رد شد سرعتش بالاه، یعنی انقدر بالاست. این هاشش ببینید کات داره، تازه سرعت خیلی اومده پایین ها، بازم نمیشه با دقت اینو نگاه کرد. این هاش از تو آسمون میاد. اینو گذاشتم برای چی؟ این خیلی به نظر من عادیه. برای این گذاشتم که بهتون بگم اینا سرعتشون خیلی بالایه که ما متوجه نمیشیم. دارن تو آسمونای شهرهای ما میچرخن، جاسوسی میکنن، اطلاعات همه چیز ما رو دارن. ناسا اینا باشون همکاری کردن، روشون آزمایش کردن. هزار از این شواهد وجود داره. ببینید فریزبی داره میچرخه، اینجا ببینید کات میگیره. اینجا چه دقت کنید تو خدا، من چیزای ریزو میبینم. میبینید مثل این دقیقاً. حالا این نمونهشه، این شاید دروغ باشه واقعی نباشه. ببینید مثل پرواز پرنده میمونه، یعنی رو تکنولوژیشون کار کردن. خیلی از ما جلوترن. از آدم فضایی بیایم بیرون، بریم سراغ فرشته مرگ. طرف داشته نصف شبیه زنه توی پیاده رو بس خوش راه میرفته، سگش آورده بیرون بچرخه، سگش داره پشت سرش میاد، این سگش رو دوست داره فیلم میگیره ازش. ولی توی فیلم فرشته مرگ رو شما میبینید. سمت راست سگه نگاه کنید، اینجا داره فیلم میگیره از سگه که خوشحاله، داره سگه پشتش میاد. یه لحظه یه چیزی معلوم میشه. چرا میگم فرشته مرگ؟ شاید شما بگید آره هالووینه، چند روز دیگه هم هالووینه، یکی روی یه لباس ترسناک پوشیده مثلا تو خیابون داره راه میاد. نه، هالووین نبوده. اگه همچین لباسی پوشیده باشه مطمئن باشید سگه کنارش حس کنه میدوه سمتش، یا میخواد بره بگیرتش، یا یه عکس‌العملی نشون میده، چون شبیه به آدم عادی توی خیابون نیست. دقیقاً انگار یه شنل انداخته، یه چیزی هم دستشه، مثل فرشته مرگ، چیزی که تو فیلم ها دیدیم. سگه اصلا حضورش رو متوجه نشده.
صاحبش میگه سگم اصلا نفهمیده که این اونجاست. سگ موجودی بسیار زرنگ، حس میکنه سریع. این آشش خیلی ها گفتن که این همون فرشته مرگه که این شکل رو داره. ما هم همیشه به این شکل میشناسیمش. نصف شب تو خیابون. فکتش می چیه؟ فکتش دقیقا همین داستان سگ است که چرا متوجه نشده یه موجودی بغلشه یا یه آدمی بغلشه، اصلا بدون اینکه بهش عکس العمل نشون بده داره راهشو میاد. یعنی این موجود برای اون سگ نامرئی شده. ایناش ببینید وایساده، بعد راه نمیره، انگار منتظر یه کاریه، میخواد یه کاری انجام بده. ویدیو بعدی تو روز روشن گرفته شده. یه زن و شوهر با هم رفتن یه جای خوشگذرونی، یه کلبه یا اجاره کنن، یه جای سرسبز باحال خفن، فکر کنم توی کاناداه. ولی اون کلبه‌ای که میخوان اجاره کنن یه موجود وحشتناکی توش داره زندگی میکنه که خودشو لحظه‌ای نشون میده. اینجا میگه این پلیس، این میگه این جا، این پلیس خارجی شد، اینجا خیلی باحاله، خیلی کوله، چقدر جای باحالی اومدیم. زنی که یهو یه چیزی رد میشه، میگه یه چیزی پشتت بود؟ میگه نه چیزی پشتم نبود. میگه الله وکیلی یه چیزی پشتت بود. اینجا نکنید، باز میکنه پشتیم. این ویدیو واقعیه. من عاشق این مدل ویدیو هم. این آشش خدای من خیلی ترسناکه. یه تو رو خدا اینجاشو دقت کنید. یه لحظه رد میشه، این موجود داره تو این کلبه زندگی میکنه. یه لحظه میگه دیدید چشای دختره چی بود؟ هیچی نیست. ولی اینجا معلوم شده همون چیزی که همیشه میگم. صحنه‌شو ببینید، کبود، لخت، انگار سرش یه دست نصفه، اصلا نمیشه توضیحش داد. کلمات چی بود؟ لغات هم تموم شد. اینا ببینید بدن کبود خمیده داره از پشت این رد میشه. ثانیه این نشون میده. این روی واقعی بودن ویدیو تاکید میکنه. ویدیو بعدی روی یه ناو هواپیمابر آمریکایی که 6 ماه کار میکرده و 6 ماه متروکه بوده، یعنی کار نمیکرده. ناو هواپیمابر اصلی نبوده. اینجا دوربینی که روی ناو وصل بوده یه چیزی رو نشون میده که اینا بعد از 6 ماه میان میبینن، کپ میکنن. ببینیم با هم دیگه. اصلا من اینو توضیح نمیتونم بدم. روی ناو نصف شب یهو یه کله میاد بیرون. ناو هواپیماپر چه نمیتونم، هواپیماپر چیه دیگه؟ هواپیماپر لول شده. هواپیماپر خدایا. اینجا نگاه کنید، هواپیماپر آمریکایی، نمیتونم بگم ناموس. اینجا ببین، دیدید یه کله است یهو پدیدار میشه، بالا پایین بالا پایین بالا پایین، انگار یه حالت دودی از خودش جا میذاره، یه حاله ای از خودش جا میذاره. اصلا نمیشه اینو توضیح داد، نه شبیه به روحه نه شبیه به جنه. نگاه کنید، از تو دریا در میاد رو ناو. ایناش ناو هواپیمابر آمریکایی. گفتم ایناش ببینید، انگار یه سره. خیلی ها تشبیهش کردن به این موجود که کارتونش رو ساختن. کارتون ها توی ژاپنی، کارتون های ژاپنی، اسمش رو نمیدونم، اسم عجیب غریبی داشت. ببینید ایناش یک دو بالا پایین، کله است، یه سره، انگار یه ماسک داره پرواز میکنه. اینا حالا خیلی هم گفتن این ایلینه، یعنی آدم فضایی ها، این موجودات فضایی هن. ببینید کلشو، بعد از خودش یه حاله جا میذاره، یک لحظه‌ای به دوربین نگاه میکنه. اصلا من موندم چی بگم. اصلا این ویدیوش غیر قابل توضیح بود. ویدیوی بعدی طرف داره توی جنگل راه میره، بغل یه درخت
یه موجودی رو میبینه. ببینیم با هم اینو میبینه، سریع اومد. نگاه اینجا داره تو برفا راه میره، تو جنگل، پشت خونشه، پشت جنگل پشت خونشه. انگار یه کوتوله رو میبینه، ولی این دفعه بسیار واضح این ویدیو. کسایی که دنبال ویدیو HD ان اینو ببینید. اونا که میگن آقا پویا این واضح نیست ویدیوش، اینجا ببینید دیگه واضحه. اینجا تو برفا داره میره، بیا دیگه یه ساعته داره میره. این هاشش، این به نظرتون چیه دیگه؟ این واقعا واضحه. دستشو ببینید، اینجای دستشو ببینید، انگار دستش کج و کوله است، انگار دستش هماهنگ نیست. اینا مثلا اگه میخواستن یه ماسکی یه چیزی درست کنن، مطمئن باشید اینجای دستش اینجوری درست نمی‌کردن. این دست خودشه که اینجوریه. این دستش حالت یه جوریه. صورتشو ببینید، هیکلشو ببینید، آدم کوتوله جنگلیه، انگار از گل، نمیدونم، لحظه اینو میگیره فرار میکنه. میبینید؟ بعدی هم دقیقاً یه مدل اینجوری ویدیوی پشت سر هم گذاشتم. اینم تو جنگل داره راه میره، ولی این به نظرم بیشتر واقعی میاد. همچین چیزی رو گرفته بغل درخت، یه لحظه دمدمای صبح، دیدید؟ انگار یه چیزی که دوتا دندون جلو داره، یه موجودیه، حالت سگ مانند داره، کوچیکه. حالا تشبیهش کردم به یه موجودی. ببینید مار نیست، اصلا مار نیست. نگاه کنید، صورتش بزرگه، بعد اینجاهاش انگار دوتا پره داره. ببینید اینجا رو ببینید، دندوناشو میبینید؟ بر همین میگم مار نیست. دندونای مار این شکلی دراکولاییه. عجیب نیست؟ خیلی حالا گفتن این شبیه به این موجوده. اسم عجیب غریب اسپانیایی داره، نمیدونم ایتالیایی اسپانیایی اسمش، لامور پامور همچی چیزایی داشت. ببینید میگن اینه. دندونای جلوش، بعد دهنش که باز میشه اصلا یه شکل دیگه میگیره. این واقعیه. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید حال کردید، لایک یادتون نره. اینو میگم برای اینکه خیلی‌ها یادشون میره، بعد تو کامنت می‌نویسن آقا پویا دمت گرم که گفتی، یادمون افتاد لایک زدیم. یه لایک به ویدیو داداش بزنید، دمتون گرم. ویدیو بعدی دوربین مداربسته گرفته. این دیگه معمولی ترین ویدیوهامونه دیگه. ویدیو بعدی دوربین مداربسته پشت خونه گرفته، انگار یه دختر بچه، روح یه دختر یا یه پیرزنه، داره اینجوری بالا رو نگاه میکنه، از بغل ماشین طرف رد شده. این صورت آخرالزمانی داره. پاهاشو ببینید، هیکلشو ببینید، انگار هیکل ناقصی داره. از دور میاد، از بغل ماشین رد میشه، دوربین مداربسته گرفته. ویدیو بعدی رفقا، این طرف تولدشه. من چند تا این مدل ویدیو قبلا بهتون نشون دادم که یکی میاد فوت کنه یه صورتی معلوم میشه، یکی دیگه فوت نمیکنه شمع خاموش میشه. نگاه کنید، این یکی چرا خاموش میکنن که این فوت کنه، تولدت مبارک. نگاه کنید، فوت که میکنه یه صورت سمت راست میاد. دیدید؟ حالا نمیدونم مرض گرفته چرا اینه فلجا فوت میکنه. فوت کن دیگه. خوشش اومده. ببین میاد فوت کنه، نگاه داره حرف میزنه. آها شمعش از این چیزا جرقه‌ای هست. جرقه‌ای ها رو نمیشه درست فوت کرد. فهمیدم. اینجا یه لحظه یه صورتی معلوم میشه. این آشش تو دوربین فیلم بردار افتاده. ببینید این صورت چقدر وحشتناکه. این میتونه همزادش باشه یا
موکلی باشه که اومده اینو اذیت کنه از طرف کسی، تو خونش زندگی بکنه. تو مصاحبه ها میگیم، طرف میگه یه چیزی تو خونه همیشه داره ما رو اذیت میکنه، این میتونه از طرف کسی اومده باشه. من یه ذره روی شمع شک داشتم که این شاید داره از قصد اینو فوت نمیکنه، ولی شمع از این جرقه‌ای ها بود، نمیشد فوتش کرد، دیر خاموش میشه. ببینید صورت اینجا معلوم شده، اون لحظه که داشته شمع خاموش روشن میکرده. ویدیوی بعدی طرف تو خونه خوابیده، دراز کشیده جلو تلویزیون، یهو همچین چیزی رو میبینه، شروع میکنه فیلم گرفتن ازش. انگار یه موه، انگار مثل کینه میمونه. بعد تعجب من میدونی چیه؟ از پایین نیومده، از بالا اومده. از پایین بود میگفتیم شاید رفیقشه، انگار یه چیزی به سقفه. کسی هم که این ویدیو رو آپلود کرده بود بهش نمیخورد کلاهبردار باشه، یه ویدیو تک توی یوتیوبش آپلود کرده بود. یه سری اینا رو، روایت هایی که من میکنم و شاید توی کانال های دیگه، خب الان خیلی کانال ترسناک این مدلی زیاد شده، ببینید طرف مثلا یه چیز دیگه بگه، بعد میام به من میگه پویا این داستان چیز دیگه یه. رفقا این ویدیوها رو من میرم دقیقاً از جایی که آپلود میشه ورمیدارم، از کانال های دیگه ور نمیدارم، دقیقاً میگردم از همون جایی که آپلود میشه که ببینم داستانش چیه. زیر ویدیو مینویسه داستانش. یه بعدی طرف نصف شب از خواب بلند شده رفته آب بخوره، یهو همچین چیزی برگشت که بخواد بره تو اتاقش، همچین چیزی دیده، سری موبایلشو برداشته با فلش عکس انداخته که ببینه این واقعیه یا نه. 2 تا 3 تا عکس که انداخته، بعدش که دیده همچین چیزی رو دیده. نگاه کنید، همچین چیزی تو عکسش افتاده نصف شب. این همون موکلیه که از طرف شخص دعانویس میاد توی خونه و باعث میشه خونه بوی گند بگیره، مواردی که دیدید توی خونه اتفاق بیفته. این واقعیشه که دارم بهتون نشون میدم که اون موجود چه شکلیه. آقا پویا این شکلیه، آقا پویا این موجود شیطانیه، این هاشش. این دقیقاً اون چیزیه که میاد تو خونه شما و شما رو زیر نظر میگیره، نمیذاره کاراتون پیش بره، رزق و روزیتون کم میشه، افکار میاد سراغتون، فکرای بد میاد سراغتون. میبینید یه خونه یه اتاقش بوی بد گرفت. ببینید این اون موجوداتی هن که میان خونه هاتون. این شک کرده، 2 تا دونه عکس با فلش گرفته. ویدیو بعدی این یه مادره داره نشون میده که دختر من مشکل بسش پیش اومده، مشکل برات پیش آمده، کسکم توی اتاق شبا گریه میکنه. من یه شب رفتم فیلم گرفتم، ببینید چی افتاده. داره توضیح میده، میگه من توی مانیتور دوربین بچم همچی چیزی رو، در واقع میخوام اینجا یه جن آل رو بهتون نشون بدم، به گفته ما ایرانی‌ها که بهش میگیم آل. میگه یه چیز بسیار دیوانه کننده تو اتاق بچم دیدم. این اتاق بچه‌شو تار کرده، طبقه بالا که میبینید یه تخته، کلا اتاق بچه است، یه بچه هم بیشتر نره. این تخته برای چیه؟ اون تخت نوزاده. اون تخت بالایی هم گذاشتن موقعی که بزرگ شد بره اون مثلا اون تخت خوابش بشه، چیزی اون بالا نیست. دیدید یه سایه اون بالا داره بچه رو نگاه میکنه، حواسش به بچه هست. این هاشش سایه رو میبینید اون بالا رفت، بچه خوابه، نصف شب تو مانیتور بچه اینو دیده. دوربین میذارم بالا سر بچه، کار درستی نیست، هزاران بار گفتم. بچه رو بیا پیش خودت بخوابون، حالا نوزاده. این همون اتاقیه که این اتفاق افتاده. میره تو اتاق، ببینید این همون تخت بچه است. اون تختم برای بزرگسالشه که بزرگ شد بره اونجا بخوابه. حالا چی میشه؟ این میاد اینا رو نشون بده، همون لحظه اتفاقی میفته. اینو وایرالش کرده، یعنی تو اینستاگرامش گذاشته. میگه این کلوزتشه که لباساشو اینا هست.
ببینید قشنگ لباس مباسای بچه است. اتاق بچه است دیگه، خیلی شیک و مجلسی میذارن واسه خودشون اتاق بچه و اینا با کلاس. این بالا که میره تخت دختر بچه‌شو نشون بده، میگه اینجا اصلا تخت اینوریه، اینجا هیچی نیستش. همین لحظه که داره اینو تعریف میکنه صندلی اونور شروع میکنه به تکون خوردن. یعنی این فکتیه که این اتاق تسخیر داره میشه. اوه خدای من داره تکون میخوره، داد میزنه. نکنید صندلی همون لحظه اینا صندلی تکون داره میخوره، بالا میشه پایین میشه. این همون آله که هزاران بار نشونتون دادم توی ویدیوهای دیگه، واضح تر نشونتون دادم. اینجا خیلی کوچیک افتاده، یه سایه سیاهه که میاد بچه رو نگاه میکنه و میره. ویدیو بعدی توی یه خانه وحشت، چیه بهش میگن این خونه ها که میرن وحشتناک میرن بازی میکنن، همچین اتفاقی افتاده، خیلی واضح افتاده. طرف آخر شب بوده داشته وسایل رو درست میکرده که بره خونه ترتمیز میکرده، ولی انقدر به اون خونه انرژی دادن. ببینید کله عروسک سمت مدل سمت چپیه رو ببینید، میاد بره اونجا ترتمیز کنه، کله شروع میکنه تکون خوردن. یه نگاه میندازه، کله کامل تکون میخوره. یعنی اینجا میخوام بهتون بگم این خونه های وحشت هستن میرن بازی میکنن، مثلا ادا اصول در میارن و اینا، بازیگر دارن، انقدر ارتعاش وحشت میدن که این اتفاقات توشون میفته. میرن تو جسم مدل، عروسک، مانکن، چون اونا عاشق زندگی کردنن، عاشق جسمن، دنبال اینن که توی جسم زندگی کنن، بتونن تجربه کنن، خوردن و بیرون رفتن و عشق ورزیدن و اینا رو دوست دارن تجربه کنن. برای چی میان؟ برای همین چیزا، حسودیشون میشه. اینجا دقیقا خونه وحشته که این اتفاق افتاده. چی بهش میگن؟ خانه وحشت بهش میگن، چی بهش میگن؟ اسمش یادم رفته. همین جایی که تو ایران هم خیلی زیاد شده میرن بازی میکنن. این اتفاق واقعی. ناکنید دیدی؟ کله یهو برگشت. این هم یه تیکه تصویری که ببینید این اکتور بازیگر این که پشت وایساده داره میترسونه زنا رو. ویدیو بعدی یه مادر و دخترن، یعنی دختر بچه است در واقع. اینجا رفتیم تو کار بچه ها. دقیقاً اینجا بازم یه چی شبیه به آل اومده سراغ این بچه انگار توی اتاقش یه چیزی دیده، داره به شدت گریه میکنه. مادر اومده پیشش خوابیده، دوربین رو روشن کرده که ببینی چیزی میتونه بگیره یا نه. این بچه گریه داره میکنه، میگه مامان من یه چیزی دیدم، داره گریه میکنه. یه چی بچه رو ترسونده. آخه ساعت دیدید 5:45. من ترسیدم، اسکر. یه چی ترسیدی؟ یه چیز داره میبینه، ناکن یه چیز داره میبینه. برای چی ترسیدی بچه؟ حالا بیبی که میشه عزیزم، من میگم بچه. میگه باشه بیا بریم. وقتی میام بلندشم برن، خونه تسخیر شده رفقا، خونه تسخیر شده. نگاه کنید، اتفاق بزرگی نمیفته ولی فکتیه که نگاه کنید در بر خودش بسته شد. ادامه داره. اتفاق بزرگی نیست ولی فکت اینه که خونه تسخیر شده، واقعیت تسخیر شده. میگه در بر خودش باز بسته شد، یعنی بچه نمیاد، ترسیده. میگه نترس، مامان اینجاست. اتاق خودشو میگیره، این مامانو میگیره. میگه نگاه کن چیزی نیست، نترس سویتی. بچه رو داره آروم میکنه. یعنی این بچه داخل اتاق نمیاد، میترسه، یه چیزی دیده دیگه. منم بچه بودم بلا سرم. اینجا یه لحظه که داره اتاق نشون میده که ثابت کنه به بچه که آقا چیزی تو خونه نیست، یه اتفاق خیلی وحشتناک و یهویی میفته. دیدید؟ یهو پرده هایی که باید شما بچرخونی بسته بشه، همه با هم
درجا بسته میشه. نکنید این جیغ میزنه فرار. این فکتیه که خونه تسخیر شده. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو لذت کافی رو برده باشید. هالووین 2-3 روز دیگه است. البته میدونم توی ایران هالووین آنچنانی نرین، بیشتر این رستورانا خوش میگذرونین، ولی خب سعی میکنم براتون فردای هالووین یا خود روز هالووین براتون یه ویدیوی ترسناک بذارم. ویدیوهایی هم که اینجا میاد اگه ندیدید دوست داشتید برید ببینید. قلب داشتید، مرغ خودتون باشید. من پویا هستم، مثل همیشه زنده باد ایران.